مادربرد یکی از اجزای اصلی کامپیوتر است. مادربرد به صورت یک صفحه مداری بزرگی است که تمام اجزای دیگر کامپیوتر نظیر سوکت پردازنده به آن وصل هستند. CPU یا واحد پردازش مرکزی در سوکت پردازنده قرار می‌گیرد. همچنین اسلات‌های حافظه هم روی آن قرار می‌گیرد. ماژول‌های حافظه که رم نامیده می‌شوند در داخل این اسلات‌ها قرار داده می‌شوند. اسلات‌های باز هم روی مادربرد قرار می‌گیرند. در اسلات‌های باز اجزای گوناگون کامپیوتر نظیر کارت گرافیکی، کارت صوتی، کارت شبکه و دیگر موارد نصب می‌شوند. مادربرد در اندازه‌های مختلفی ارائه می‌شود که به آن فرم فاکتور می‌گویند. متداول‌ترین فرم فاکتور مادربردهایی که در کامپیوترهای امروزی از آن استفاده می‌کنند ATX است. ATX مخففه Advanced Technology Extended است. این نوع از مادربردها در سال 1995 توسط اینتل معرفی شد و اکنون به عنوان یک استاندارد برای کامپیوترهای امروزی در نظر گرفته شده است. اندازه کامل مادربرد ATX برابر 12 اینچ در 9.6 اینچ است. قبل از ATX فرم AT ارائه شده بود. AT مخففه Advanced Technology است. این فرم از مادربرد در سال 1980 توسط IBM معرفی شد. مادربردهای AT در اندازه‌های 12 در 13.8 اینچ ارائه شدند. بعد از به میدان آمدن ATX ها، مادربردهای AT دیگر توسعه پیدا نکردند. نسخه دیگر مادربرد ATX میکرو ATX نام دارد. مادربردهای میکرو ATX کوچکتر از مادربردهای ATX هستند و به همین جهت این نام را برای آنها انتخاب کردند. بردهای میکرو ATX در اندازه‌های 9.6 در 9.6 اینچی هستند. این مادربردها مربع شکل هستند و مادربردهای ATX مستطیل شکل میباشند. این مادربردها نسبت به مادربردهای ATX ارزان هستند و برای کامپیوترهایی با کیس کوچک طراحی شدند. همچنین این مادربردها امکانات کمتری نسبت به بردهای ATX دارند و برق کمتری مصرف می‌کنند. نوع دیگری از مادربرد به نام BTX توسط اینتل معرفی شد که بهبود یافته ATX هستند. در طراحی این مادربرد بهینه‌سازی‌هایی شده است. مثلا در سیستم خنک کنندگی این مادربرد بهینه‌سازی شده است. به عنوان مثال به شکل قرارگیری اسلات‌های حافظه توجه کنید که به صورت افقی و در جهت جریان هوا قرار داده شده است، برخلاف بردهای ATX که به صورت عمودی در جهت جریان هوا هستند. بهینه‌سازی دیگری که در ساختار طراحی این مادربردها انجام گرفته این است که هم در کیس‌های کوچک و هم در کیس‌های بزرگ جا می‌شوند. مادربردهای BTX تمام مزیت‌های تکنولوژی‌های ورودی خروجی نظیر سریال ATA، USB 2.0 و PCI Express را در خود دارد. مادربردهای ITX حتی کوچکتر از مادربردهای میکرو ATX و BTX هستند. مادربردهای ITX در سال 2001 معرفی شدند و با مینی ITX به بازار آمدند. همانطور که اینجا ملاحظه می‌کنید، این مادربردها به خاطر افزایش درخواست کامپیوترهایی بود که فضای کمتری را اشغال می‌کردند. استاندارد ITX مصرف برق کمتری دارند. همچنین به جای فن از هیت سینک برای خنکسازی استفاده می‌کنند. ITX توسط تکنولوژی ویا توسعه پیدا کرد و 4 اندازه مختلف برای مادربردهای ITX معرفی شده است. مادربردهای ITX را با نام نانو ITX می‌شناسند. این مادربردها در سال 2005 معرفی شد و برای دستگاه‌های نظیر دوربین‌های دیجیتالی، مراکز رسانه‌ای و ماشین‌ها طراحی شده است. همچنین پیکو ITX را داریم که در سال 2007 معرفی شد. در سال 2009 تکنولوژی ویا کوچکترین ماژول CPU های X86 را با نام موبایل ITX معرفی کرد. بردهای موبایل ITX در اندازه های 6 سانتی متر در 6 سانتی متر هستند. این مادربردها به این جهت ساخته شد که طراحان بتوانند دستگاه‌های مبتنی بر کامپیوتر با مشخصات استاندارد اما به صورت فشرده بسازند.
نوع دیگر مادربردها NLX نام دارد. NLX توسط اینتل معرفی شد و برای کامپیوترهای سطح پایین طراحی شده است. به جای کارت‌های توسعه که در مادربرد قرار داده می‌شوند، بردهای NLX از رایزر کارت استفاده می‌کند که در آن کارت‌های توسعه به صورت موازی با مادربرد قرار می‌گیرند. می توانید بردهای NLX را در کامپیوترهای اسلیم لاین پیدا کنید.